سلام وفا جان. سلام عزیزه، چی میخوای بگی؟ خب بریم سراغ قدیم. برو بریم. وفا شما یکی از اون خواننده‌ای بودی که به قول معروف تیپ دخترکشی داشتی. خب یادمه خیلی از دختر خوبه جمعیت کشور خودشون هستن. مثل یه قصه ایران نادر و کیمیایی، تو هم مثل طبیعت معجزه خدایی. معجزه مثل یک در برای راه لیوان، برای یک مسافر لحظه خوب دیدار. خب میخوام ببینم خودت تو دوران نوجوانیت پیش از اینکه مشهور بشی عکس خواننده یا هنرپیشه‌ای رو جمع نمی‌کردی؟ خودم چرا خیلی خواننده رو دوست داشتم. من قبل از اینکه خواننده بشم معروف بشم عکس ویگنو داشتم، عکس گوگوشو داشتم، عکس رامش